هوکمون دو سول ره هست. سی اول برابر با بی بمول در تیونر کوک شده. فا دیز، سی بمول و می کورون داریم. از دو انگشت سوم شروع کنیم. دو لا سی 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 دوس لاس لا سیل سول فا سول. دوم اومد روی سول. راست چپ راست تکرار میشه. انگشت دوم میاد روی ره، میگیم ره ره میر. می بمول میشه. دوم میاد رو دو، اشاره به سی کورون داره. دو رد. دوم میاد رو سی بمول، سیل سیل سی دوس. اینجا سی انگشت اول اومد، دو اشاره به سی کرد. دو سی لا سولا. سول از سیم زرد میاریم. راست چپ دو رو میتونیم به ره اشاره بدیم. دو سی لا سولا لا. دوباره تم اول تکرار میشه. دو لا سیل سیل سی دوس. دوم میاد رو لا لاس لا سیل سول فا سول. دوم اومد روی سول، راست چپ راست مثل قبل. انگشت دوم قرار میگیره رو سول، میگیم سول 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 سولاس فام. فا انگشت دوم اشاره به می. فا سول فام می. دو یک حرکت میکنیم. فام می. انگشت اول میاد روی فا، میگیم فا سول سول. نه راست چپن. فا سول سول. آخری یک میایم پایین از فا به سول. لاس سول فام فا سول فا می. رو سول تک میزنیم، اشاره به فا میده و روی می ایست میکنه. می فا سول فا می فا سول فا می فا سول فا می فا سول فا. اینا راست چپ. می فا سول فای آخر یک میایم پایین از می به فا. می فا سول فا سول فا می. می کورون در سیم زرد با چپ. بقیه مثل گذشته است. می فا سول راست سول فا سول تریل راست چپ راست فا می راست چپ سول فا می راست چپ راست سول فا لا سول فا. نه سول اشاره به لا میده، فا اشاره به لا میده. سول فاس چپ راست می. پس شد چپ راست فا سول تکریز داریم. فا می فا راست چپ راست می. میا کمان و بعد ره ایست نهایی رو انجام میدیم.